با سلام به همه خوشفکرا و همراهان خوب کانال. تو این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از عجیبترین و در این حال واقعی ترین بخش‌های زندگیمون، دروغ‌هایی که از کودکی باور کردیم، دروغ‌هایی که از روی بدخواهی به ما گفته نشده بلکه از روی ناآگاهی و فرهنگ اشتباه به ما گفته شده، چیزهایی که اینقدر برامون تکرار کردن که تبدیل به باور برامون شده و به جایی رسیدیم که همین باورها بزرگترین موانع رشد و موفقیت و حتی خوشبختیمون شده. این ویدیو برای اونایی که حس میکنن یه چیزی توی ذهنشونه که نمیذاره رشد کنن، اونایی که دنبال چرایی بعضی الگوهای فکریشون هستن. بزن که بریم این ویدیو رو مثل همیشه پر انرژی شروع کنیم. بخش اول، باید همیشه نمرهات عالی باشه تا موفق شی. یکی از اولین دروغ هایی که خیلیامون از دوران مدرسه شنیدیم این بوده که اگه میخوای توی زندگی موفق بشی باید همیشه شاگرد اول بشی. این جمله ظاهرا منطقیه، ولی بذار یه چیزی بگم که توی دنیای بیرون با دنیای سر کلاس خیلی فرق داره. مثلا مدرسه به ما یاد میده جواب درست فقط یکیه، ولی زندگی پر از جوابهای متفاوته. آدمایی رو میشناسیم که با معدل پایین کارآفرین شدن، میلیونر شدن، زندگی موفق و سالم ساختن. این به این معنا نیست که درس مهم نیست، بلکه یعنی نمره خوب تنها معیار موفقیت نیست. مثال ایلان ماسک یا استیو جابز که دانشگاه و نصف نیمه رها کردن، یا حتی بیل گیتس که بیشتر وقتش رو صرف پروژه های خارج از درس میکرد. یه نکته بهتون بگم، مهارت حل مسئله، خلاقیت، ارتباط مؤثر، مدیریت استرس و توانایی یادگیری مداوم از نمره مهمتره. یه تمرین میگم، از همین امروز شروعش کن. هر هفته یک مهارت یاد بگیر. مثلا مهارت مذاکره کردن، مهارت فکر منتقد، فکر نقاد، یا مهارت مثلا خیلی مهارت‌های مختلفی هست. به هر چیزی که علاقه داشته باشید میتونید در اون زمینه کلی مهارت وجود داره که شما یاد بگیرید. مثلا مهارت کنترل استرس در جمع‌های خانوادگی یا جمع‌های دوستان. بخش دوم، بزرگترها همیشه راست میگن. چند بار ازمون خواستن چون یه نفر بزرگتره پس باید حرفشو بیچون و چرا قبول کنی. این باعث شده خیلی وقتا به خودمون و حس درونیمون شک کنیم. باور کردیم دیگران به نوعی بهتر از ما میدونن چی برامون خوبه چی برامون بده. نتیجهش چی شده؟ سالها به جای دنبال کردن علاقه هامون دنبال خواسته های دیگران بودیم. مثلا یه تجربه شخصی، کسی بوده که عاشق موسیقی بوده ولی به خاطر حرف پدر مادرش رفته پزشکی خونده و الان دکتره. حالا درست دکتر شده ولی هیچ شور و شعف و انرژی توی زندگیش وجود نداره. یه راه حل هست بهش میگن تقویت درک درونی و خودشناسی. یه تمرینم بهتون بگم انجام بدید. روزانه 10 دقیقه فکر کن ببین واقعا چی برات مهمه، نه چی بقیه میخوام. ببین خودت به چی علاقه داری، چی رو دوست داری. یه نکته هست، ببینید انتقاد بزرگترها همیشه بد نیست، ولی مهم اینه که فیلترش کنی و با آگاهی بررسیش کنی. بخش سوم، زندگی یعنی سختی کشیدن. یه باور ریشه‌دار توی فرهنگ ها هست، مخصوصا تو فرهنگ ما، که میگه اگه راحتی حتما پس یه جای کارت میلنگه. این نگاه به نوعی زندگی رو از یه تجربه لذت بخش تبدیل میکنه به یه مسابقه دائمی رنج. بعد این دیدگاه باعث میشه حتی وقتی شرایطم خوبه، همه چی عالیه،
احساس گناه کنیم یا نگران باشیم که نکنه یه جایی کارمون اشتباهه. واقعیت اینه که زندگی ترکیبیه از لحظات سخت و لحظات آسون و هیچ دلیلی نداره لذت بردن رو با احساس گناه قاطی کنیم. مثال، فرهنگ شب تا صبح کار کردن. آقا شب تا صبح کار کردن باعث فرسودگی میشه. این کجاش به نوعی افتخار آفرینه؟ کجا این افتخار آفرینه فرسودگی؟ یا ما به جای اینکه از صبح تا شب کار کنیم بیایم کارمون رو هوشمندانه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با فکر، با هوشمندی کار کنیم، نه اینکه صرفا زیاد کار کنیم، به بازده و راندمان کاریمون نگاه کنیم، نه صرفا به اینکه من فقط کار زیاد انجام بدم. یه تمرین بهتون میگم، 1 روز در هفته رو بذارید برای لذت بردن. یعنی 1 روز در هفته بگو من فقط میخوام لذت ببرم، یک برنامه‌ای بچینم، برم بیرون، برم سینما، برم پارک، برم قدم بزنم، برم دوچرخه سواری کنم، برم هر کافه برم، اون فعالیتی که دوست دارم و 1 روز در هفته فقط اختصاص بدم به لذت بردن. بخش 4، شکست یعنی پایان راه. چقدر شنیدیم که شکست بد و ترسناکه. خیلی اینو شنیدیم. از بچگی وقتی زمین خوردیم دعوامون کردن. به جای اینکه یاد بگیریم چجوری از شکست درس بگیریم فقط ترسیدیم ازش. در صورتی که بزرگترین درس‌های زندگی از دل شکست بیرون میاد. کسی که هیچ وقت شکست نخورده احتمالاً چیز زیادی یاد نگرفته. یه نقل قول کنم که میگه شکست تنها راه موفقیته که باقی میمونه وقتی همه راه‌ها رو رفتی. اینو توماس ادیسون گفته. عجب به نوعی جمله نابی گفته ایشون. یه تکنیک بهت میگم، تکنیک بازتاب شکست. بعد از هر تجربه منفی 3% ازش رو بنویس. اتفاقا تمرینی هم که میگم مربوط به اینه. یه لیست از شکستات بنویس و جلوی هر کدوم چیزی که از اون شکست یاد گرفتی رو بنویس. بخش 5، اگه مثل بقیه نباشی طرد میشی. یکی از بزرگترین دروغ‌های اینه که یعنی به ما اینقدر گفتن و اونم ما پذیرفتیمش، باید مثل دیگران باشیم. اما حقیقت اینه که تمام آدم‌های تأثیرگذار تاریخ متفاوت بودن. کسانی که جرأت کردن متفاوت فکر کنن، متفاوت لباس بپوشن، متفاوت رفتار کنن، مسیر خودشونو برن. نمونه بتهوون که ناشنوا بود ولی شاهکار موسیقی خلق کرد، یا وینس ون کوک که در زمان خودش ناشناخته موند ولی حالا آثارش میلیون‌ها دلار ارزش داره. یه تمرین ساده بهت میگم، اینکه من چی دارم که خواستم. هر روز یه ویژگی متفاوت از خودت رو بنویس که اختصاص داره به خودت. یه نکته خیلی جالب، جامعه اولش با تویی که متفاوتی مقاومت میکنه نسبت بهت، ولی بعداً همون آدم موفق رو، همون آدم متفاوت رو که موفق شده تحسین میکنه. بریم سراغ نتیجه گیری نهایی. همه این باورها شاید از روی نیت بد نبوده، اما اثر عمیق روی زندگیمون گذاشته. حالا وقتشه با آگاهی تصمیم بگیریم که دیگه اسیر این دروغ‌ها نباشیم. میتونیم انتخاب کنیم که آزاد فکر کنیم، آگاه زندگی کنیم و به مسیر خودمون وفادار بمونیم. یه پیشنهادی من بهت میدم، حتما اینا به گوش بگیر و انجام بده. یه دفتر کوچیک تهیه کن و اسمشو بذار دفتر باورها. هر وقت فهمیدی یه باورت اشتباهه بنویسش و یه باور جدید جایگزینش کن. یادت باشه آزادی واقعی از ذهن شروع میشه. وقتی ذهنت رو از دروغ‌های قدیمی رها کنی تازه شروع میکنی به واقعی زندگی کردن. تا ویدیوی بعدی ذهنتون رو باز نگه دارید و باوراتون رو به چالش بکشید. یادتون نره زندگی مال توه، نه مال باورهای پوسیده. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. من محمد خوشدلی.
و اینجا کانال خودتون خوشدل تیوبه. ما روزانه کلی ویدیوی آموزشی در زمینه سبک زندگی، شناخت ذهن، چگونه پیشرفت کنیم، به نوعی ویدیوهای انگیزشی آموزشی، کلی ما براتون ویدیو آماده کردیم با عشق، با علاقه. اینا رو ما براتون ساختم و براتون آپلود کردم که شما میتونید تماشا کنید و نظرات زیباتون رو برامون بنویسید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار شما.